در روزهای نخست رمضان قرار داریم و آمدیم در یکی از جاده‌های بسیار پرشلوغش دیگه، قول ایرانی‌ها میگن شلوغ و خیلی گیر و بار دارم. جاده چهارراهی هم برش کنه فروشی میگن و هم جاده مرغ بازار سابقه. آمدیم تا ببینیم امروز که با آمدن رمضان نرخ و نوا مواد اولیه چگونه است، بالا رفته پایین آمده. خدا کنه که پایین آمده باشه تا هموطنهای ما که وضعیت اقتصادی ضعیف دارن و هم بتانن استفاده بکنن و خرید کرده بتانن. این کدام رقم برنج است و چند میتینشه؟ این برنجای زراعتی است، برنجای وطنی است، برنج خود قمده است، برنجای زراعتی است. این همین 380 روپیه یا 400 روپیه می فروش با مردم است. 380 و 400. چند رقم برنجین او هم زراعتی است. زراعتی میگن اینا سرخ زراعتی است، عادی زراعتی است. روزانه چقدر کار میکنی کاکا؟ اگر 10 روپیه تا کار نکنی 10 روپیه دینار حالا چند روز میشه ولی اگر 10 روپیه کار کرده باشه یعنی اشتر چاک میداریم مردم نان میتونن میبریم خانه. بیا خدا مهربان است انشالله که مشکلات هم حل میشه. یعنی که مشکلات دنیا میرخه. نرخ و نوا امسال خب بسیار خوب هستند، نرخ و نوا قیمت نیستند، نظر به خارج نرخ و نوا خوب هستند. همسایه‌های ما که مثلا تاجیکستان و ازبکستان و ایزار سر کنین روغن بسیار قیمت است. در افغانستان فعلا روغن خیلی ارزان است، نرخش خوبش است. تنها یک مشکل است که نبود کار است. همین کار مثلا چیشه با مردم میا شوه، مثلا نرخ خوبه به افغانستان. این همین روغنایی که یا 3 لیتر است نه؟ بله. قیمت یا چند است؟ چند است قیمتش چند است؟ همین 3 لیتر مایه 270 روپیه است. 270 این چند؟ بله. 3 لیتر جامد که هم 270 است. 5 لیتر ها که است 270 میشه. بله. 5 لیتر ها که نداره به نرخش دیگه. 5 لیتر های 3 دانه کارتن 270 است. یاد خداوند نهایت مهربان و با رحم با عرض سلام خدمت تک تک شما عزیزایی که همین حالا ما را میبینین. انشالله که همین وقتتان بخیر باشه، رمضانتان بخیر بگذره. در روزهای نخست رمضان قرار داریم و آمدیم در یکی از جاده‌های بسیار پرشلوغش دیگه، قول ایرانی‌ها میگن شلوغ و خیلی گیر و بار دارم. جاده چهارراهی هم برش کنه فروشی میگن و هم جاده مرغ بازار سابقه. آمدیم تا ببینیم امروز که با آمدن رمضان نرخ و نوا مواد اولیه چگونه است، بالا رفته پایین آمده. خدا کنه که پایین آمده باشه تا هموطنهای ما که وضعیت اقتصادی ضعیف دارن و هم بتانن استفاده بکنن و خرید کرده بتانن. ما هم در همون چهارراهی هستیم که چهارراهی کنه فروشی است و میریم به طرف جاده مرغ فروشی سابقه. در اوجه دکان‌های خوراک فروشی است، مواد اولیه فروخته میشه، به شکل عمده فروخته میشه. عمده و پرچون میفروشنش. ما هم خواستیم بریم با هموطنای ما که در اینجا کاربار میکنن صحبت داشته باشیم و ببینیم که نرخ و نوا چگونه است. پس از شما هم میخوایم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. ناگفته نمانه که رمضان بهترین ماه عشق پروردگار هست، ماه مهمانی خدا هست
و ماه است که تمام سفره ها رنگین می باشه. هر چقدر یک نفر توانایی نداشته باشه، وضعیت اقتصادی خراب داشته باشه و باز هم با مو لطف و مهربانی خدا رنگین می باشه یا با مو از طریق بنده های دیگهش کمک میکنه، یاری میرسانه، حتما دسترخوانشان رنگین می باشه. و ما هم دعای ماهی است که خداوند دعای بنده گناهکارش قبول بکنه، تمام هموطنهای ما سفره هایشان رنگین باشه. سلام علیکم. لالا خوب هستین؟ شبتان خوب است؟ بخیر. شما خوب هستین؟ خیرتی است؟ رمضانتان مبارک. رمضان شما مبارک. قربانتان بخیر باشید. چطور میگذره یکی دو روز رمضان چطور میگذره؟ شکر فضل خدا میگذره. اتفاق تشنه نشدید؟ نه فضل خدا هیچ کس. فعلا خب صبح وقت هم است، هوا هم خوبش است. هوا خوبش است. هوا هم خوب است. اینمی ما آمدیم امروز گفتیم یک نرخ هوا را ببینیم در چه حالت است. رمضان که میشه خداوند انصاف و تجارت ما شما یک ذره بلند میشه. گفتیم باش ببینیم که حال بلند رفته در رمضان یا پایین آمده. خوب است، نرخ بخی برابر است. برابر است. بله بلند نیست. چند است روغن چند است؟ روغن 400 است. 400 5 لیتر است نه یا؟ یعنی 5 لیتر ها 400 است. خواهی برنج هم داری خودت؟ برنج هم دارم. برنج چند شده؟ برنج چند شده؟ برنج خوب است، نظر به سابق ارزان است. ارزان است. سیر چند است این برنج؟ سیر 60 یا 700 است. 700. نظر به رمضان تو تفاوت نکرده با آمدن رمضان. خدا را شکر که نه رمضان با آمدن رمضان تفاوت نکرده. اما شما در رمضان می‌دیدیم که یک دفعه بالا میرفت همه چیز. بله سال خوب است، غنیمت است. کار کمی کار نیست، کمی برای مردم کاربار کم است. کار غریبی کم است. راستش فراموش کردم نامتون پرسان کنم. نامتون چیه؟ نام نور آقا. نور آقا. نور آقا فروشات خود چه رقمه در رمضان خو ان شاء الله بالا رفته باشه؟ نه فروشات بسیار کم است، مقصد کم اقتصاد مردم ضعیف است. خرید و فروش نمیکنن. بسیار کم است. مردم غریب بیچاره زیاد است. شرایط که سخت آمد دیگه، امو بخور و نمیر میشه خلاص. بله بسیار کم. فروشات بسیار کم است. غریب مردم نداره، ضعیف است مردم. کاروبار نیست. شرکت ها نیست که مردم در شرکت ها کار کنه، ماش بگیره و خرج کنه. دولت قبل کمی مردم ها غنیمت خوب ولی کمی ضعیف است. یک کم ان شاء الله ایشان خوب میشه. بخیر باشین. شکر میکنم. سلامت. هموطنان اینی بسیار جای خوشحالی است، خوب است که نرخ‌ها بالا نرفته، نرخ‌ها پایین است. راستش فراموش نشه که شما که در خارج از کشور ما را میبینین، رمضانتون چند ساعت است از طول روز، چند ساعت روز میگیرین، روزه را چند از چه وقت روز میگیرین. البته اینجا تقریبا فکر اشتباه نکنم یکم 14-15 ساعت میشه در طول روز که صبح ملاحظان میده تا شام را. از شما چه خبره؟ سیره فراموش تا نشه در کامنت ها برام بگوین. سلام علیکم. و علیکم السلام. شما خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ بخیر هستین ان شاء الله؟ شما جور صحتمند باشین. زنده باشین. رمضانتان مبارک. سلامت باشین برای شما چنان. سلامت باشین. نامتان چیست کاکا؟ عبدالمومن. عبدالمومن. جانا. کاکا مومن، کاروبار در رمضان چطور است؟ الحمدلله از خدا من راضی هستم. خدا را شکر. خدا را شکر. خدا را به هر حالت بنده مومن در هر حالت راضی است، خوشحال است از خداوند. این تو در رمضان تغییرات آمده نامده؟ خب طبعا در شروع رمضان مردم یک سودای رمضانی خود میخره، طبعا یک تغییرات ما خصوصا با پولی سرای ایدری مارکت است و هر کس مربا و قیماق و سودای قابل ضرورت خود خام میخرن دیگه، تغییرات میده سودا. در نرخ نوا چه رقم شده؟ تغییرات آمده نامده؟ نه در نرخ نوا ما چیزی قبل از رمضان بود، حالا اون نرخ است. تو تغییراتی که مثلا بگویی تغییرات نامده. تغییرات نامده؟ نه اینمی این برنجی که خودت داری کدام رقم برنج است؟ اگه بیای پولی ما بگی کاکا خودت این کدام رقم برنج است و چند میدینشه؟ این برنجای زراعتی است، برنجای وطنی است، برنج خود قندوز است، برنجای زراعتی است. این همین 380 روپیه یا 400 روپیه می فروش با مردم است. 380 و 400. چند رقم برنج این؟ او هم زراعتی است. سرخ زراعتی میگن نمیشه؟ اینا سرخ زراعتی است، عادی زراعتی است. هر دوی زراعتی است. برنج باری قندوز چند شده؟ برنج باری قندوز از 500 شروع الی تا 6.5 روپیه است. 500 تا 6.5 خوب است. برنج باری خود قندوز هم بهترین برنج است. برنج باری خود قندوز هم 600 یا 6.5 است. از همین پخت ایندی رو بتون میدن. پختیم پاکستان خواب بودن برنج اولی پاکستان پختش میدن.
باز از داخل وطن یک خوبی دیگه داره، اگر پختش هم چیز باشه کمی ضعیف‌تر باشه باشه خیلی شیرین است. نه شیرین است، پخت ضعیف نیست، نان میته شیرین است. اما قصد کنو برنجای هندی یک کمی که میدوه هم تو میشه دیگه، کمی کلانتر میشه. حالا مردم میفهمه مثلا دو سیرازی میگیره، یک سیرندی میگیره، اردوش میکس میکنه. بسیار با شیرین میشه، لذت هم برام میشه، پختش هم خوبش میشه. بخیر باشین کاکا. شما سلامت باشین. سلامت باشین. روزهای نخست رمضان است و همین وقت است که همگی خرید مریدش همین وقت میکنه. اون سودای یک ماه را میگیرن و میبرن اونجا در خانه میماننش. همتنا رسیدیم به سرای پست که جا مثل حیدری مارکت واره، مارکت است که عمده فروشی است و مواد خوراکی به شکل عمده فروخته میشه. سلام علیکم کاکا جان، خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ شکر. خیرت است ان شاء الله. از وقتی که نزدیک ما هستی گفتم باشه که دیگه بزنیم یک احوالت بپرسیم. باشی آرام. چطور میگذره رمضان؟ چطور میگذره؟ میگذره خداوند تیر میکنه، خوب باشه خراب باشه تیر میشه. خیر و خوش تیر میشه دیگه. کار نیست، غریبی نیست، بدبختی است. داره نوشتک داره تا بیگره داره برای کار نکره گیستی. اتفاق بدبختی شدگی است. پس شو چی خوردی؟ باشه هیچ نان قا خوردیم، هیچ چیز نبوده. کار نیست. بدبختی است، این تو بدبختی رو روزانه چقدر کار میکنی کاکا؟ اگر در پا اولی کار نکنی در پا دینا همه چند روز میشه ولی اگر در پا کار کرده باشه یعنی سر چاک میگردیم مردم نان میتونن من میبرم خانه. بیا خدا مهربان است، انشالله که مشکلات هم حل میشه. یعنی که مشکلات بنا میره. زنده باشی کاکا جان، خیر باشی. هموطنا در دکان کاکا امین الله هستیم که آمدیم از یام بپرسیم نرخ و نوا را. هم یک ذره ماشاءالله وضعیت دکان هم بهتر بود و بعضی چیزایی را داره که دیگه جای نبود. کاکا سلام علیکم. و علیکم سلام. این جانب هستین؟ الحمدلله زنده و سلامت باشی، خیری بینی. این جانب آقای امین الله ناصری یک تن از شهروندان ولایت قندوز و در ضمن معاون دکاندارای ولایت قندوز. معاون دکاندار ولایت قندوز. بله بله. از امیر اساس یا مکمل؟ و دمی سطح روغن فروش هستیم با. سطح روغن فروش. بله. به شکل اینا ماشاءالله روغن هم به شکل عمده میتین دیگه. بله بله بله. بشکایش خرد و کلان موندگی. روغن ما سودا میکنیم بوره و میکاپا مربوط به ما میشن. کاکا امین الله بازار از رمضان به پیش رقم بود، حالا چه رقم شده؟ نرخ نوا امسال خب بسیار خوب هستند، نرخ نوا قیمت نیستند، نظر به خارج نرخ نوا خوب هستند. همسایه‌های ما که مثلا تاجیکستان و ازبکستان و ایزار سر کنین روغن بسیار قیمت است. در افغانستان فعلا روغن خیلی ارزان است، نرخش خوبش است. تنها یک مشکل است که نبود کار است. همین کار مثلا چیشه به مردم میاه شوه، مثلا نرخ خوب است در افغانستان. این همین روغنایی که یا 3 لیتر است نه؟ بله. قیمت یا چند است؟ چند است قیمتش؟ چند است؟ همین 3 لیتر مایه 270 روپیه است. 270 چند؟ بله. 3 لیتر جامد که هم 270 است. 5 لیتر ها که است 270 میشه. بله. 5 لیتر ها که نداره بندر خشی. 5 لیتر های 3 دانه کارتن 1170 است. کارتن 1170. بله. بعد هر قوتیش چند میه؟ قوتی 390 میه. 390 بله. بس خیلی ارزان است دیگه. نظر به رمضان به این طرف شدن بالا نرفته. نه نرخان بالا نرفته، نرخ بسیار نرمال است، خوبش است دیگه. تنها کار مشکلاتی کار است، به مردم کار به حیا شوه که مشکل دیگه نیست. کار مایا شوه که خریدارش پیدا شوه. خریدار دیگه بازارم فضل خدا خوب است، کدام مشکل در بازارم نیست. شکر الحمدلله کار میشه، کار ملت هم میشه، کار مردم هم میشه دیگه. امنیت هم فضل خدا خوب است.
زیادتر روغنی که فروش دارین 5 لیتره 3 لیتره است کدام روغن زیاد فروش روغن 5 لیتر هم فروشات میشه، 3 لیتر هم فروشات میشه. ما هر رقم روغن است، هر رقم روغن مشتری داره خود. شما بیشتر دیگه در دکان‌های سطح شهر توزیع میکنید هم رقم است نیست؟ بعضی دکاندارای اطراف شهر رو میبره، ما سطح شهر رو میبره. به شکل پرچون هم میتین؟ پرچون هم میفروشیم، ما اوندام سودا میکنیم. اوندا و پرچون. اوندا و پرچون سودا میکنید. زنده باشین کاکا. تشکر. قربان شما. بخیر باشین. عزیزا، ماه مبارک رمضان ماه همدلی هست، ماه سخاوت هست، ماهی که میگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم همیشه سخی بودن و در ماه مبارک رمضان مثل یک باد و باران هم قسم سخاوت میکردیم. پس ما شما هم باید دست محمدانای ما را بگیریم که نیازمند هستن. باش که ببینیم امی نرخ و نوای هار چه قسم است. سلام علیکم. کاکا جان خوب هستی؟ شکر الله. سعادت خوب است؟ فضل خدا. آرد خریدن آمدی؟ گرفتی نگرفتی حالا آرده؟ نه آرده نگرفت، ولی امی تو یک گفت بریش زدیم که امی آرد مثل ساجق خوری است. خواه این بیچاره با دکاندار مصاحبت کرد، دکاندار برای ما گفت که یک چند رقم آرد هست. خب مثل ساجق برای آرده خارجی کش میتنه نانش؟ نه شخ هست؟ نه شخ نیست، هم مثل ساجقه که چی میکنی و پخته که باشه باز امی تو کار میکنه. نانش خوب نان نمیتنه؟ خوب نان نمیتنه. از کجا آمدی کاکا جان؟ از چهاردره. چهاردره آمدی؟ او زمیندار نیستی خودت؟ خودی ما زمیندار هستیم. این زمیندار هم هستی؟ بازار چی؟ گندم نکاشته ما مردم میگیریم بازی رختی هم وطنی گد میکنیم. آها کده وطنی گد میکنه، خوب پخت میته، خوب نان میتنه؟ خوب نان میته. ای ماشاءالله. این خیلی بیابار جور آمدی نامدی کدش؟ آمدیم قدش. جور آمدی؟ کاکا خودت خوب هستی؟ من پولیتون استاد شوام شما را. صحتتان خوب است؟ بخیر سلامت. نامتون چیست کاکا؟ قدمشاه. قدمشاه؟ بله. کاکا قدمشاه همین نرخ نوا یار چه رقم از رمضان بالا رفته نرفته؟ نه تو یک نرخ است حالی فعلا هم است. بالا نرفته؟ نه بالا نرفته نه. این آردای وطنی چند است؟ آردای وطنی ما کاری آردی وطنی رو نمی‌کنیم، این قزاقی رو می‌کنیم. می 14 و 70 1500 1100 1200 دمی خانه چرا وطنی رو نمی‌کنیم کارش؟ وطنی یک ذره جنجال داره برای ما. چه رقم جنجال داره؟ اینا گندم بخری آرد کو تا کو بالا کو. اورم مجبور هستی گندم بخری آرد بکنی با زور سبوس جدا بکنی هم رقم است دیگه. اور جنجال میشه. جنجال میشه بله. این نرخای دیگهش بالا نرفته، آرد قزاقی بالا نرفته. این تو یک نرخ به یک قرار است. حالا چند دادی باجی کاکای ما چند دادی؟ این کاکا را 1500 گفتیم، 14 و 70 گفتیم، 1570 باشه. خب دو سه رقم آرد میگیری تو؟ هم رقم از کاکا چند رقم میگیری؟ یک بوجی خو مخلط میگیریم از یک رقمیش. از یک رقمش میگیری؟ دیگه. حالا رمضان چه رقم هستی تو؟ زیرت خو نکده؟ نه فضل خداست. نه ماشاءالله ازم خندید فهمیدم میشه که تکله هستی. نه تکله هستیم. این رمضان آخه تو دل جمع میگیری دیگه. نه شکر الحمدلله ان شاء الله جلد امی تو یک چی دارین خاص بریش. جذبه داری ماشاءالله. بالکل. بخیر باشین. تشکر. رمضان خوش. به شما سلامت باشین.
رسیدیم به سرای کشمش و دکان کاکا شکور ما. بشین خودش هست بچه‌ها. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ حالتون خوب است؟ بخیر هستین؟ آرام هستین ان شاء الله. بخیر باشین. آجی کاکا خودش کجاست؟ خودش برآمد بیرون. برآمده. رفتن جایی رفتن دکان ماشاءالله بچه‌ها کلان شد دیگه دلش جمع شده. خودت دیگه اسمت هستی نه؟ بله اسمت. اسمت جان امی نرخ و نوای رمضانی چه رقم است؟ پیش از رمضان چطور بود؟ اینجا ماشاءالله خرما داره. یک چیزی است که بسیار مردم در افطار دیگه همگی با خرما افطارش میکنن. بله. چند شده خرما چند شده اول میره پرسان کنیم. این خرما کیلویش 130 افغانی. 130 روپیه. بله الحمدلله نرخ بسیار خوب است. دیگه نرخ نسبت به سالهای گذشته امسال غنیمت است. بالا نرفته. نه خیر نه بالا. خرما یک رقم خرما دارین قوطی یکی و چند است؟ دیگه چند شده؟ این کیلوش 110 افغانی است، 130 افغانی است، قوطی 170 افغانی. دیگه خرمای خوبش عربی داریم کیلوش 160 افغانی میه. با خرما افطار کردنش هم هموطنا همی که انرژی بدن زودتر پوره میکنه و همی که سنت هست و اجر بیشتر هم داره. دیگه در رمضان چی فروش زیادتر شده؟ در این رمضان دیگه مردم سالهای گذشته زیادتر نوشابجات استفاده میکرد چون هوا گرم بود، اما در این رمضان امسال رمضان در هوای نسبتا سرد آمد دیگه زیادتر مردم میوه خشک هم زیاد میبرن. دیگه خرما هم الحمدلله فروشاتش خوب است. میوه خوش سالهای قبل دیگه از دستی که قندوز ما گرم بود منتظر میشی چیزی که چی وقت آزان بگویه و یک جکه شب کنی. بله. رقم بود نه؟ قیمت تخم چند شده؟ مردم میبرن نمیبرن در رمضان؟ قبلا در رمضان تخم هیچ فروشات نداشت، اما امسال به خاطر می سردی هوا فروشات تخم خوب است. دیگه پس شما هموطنا حتما که تخم میخورن. بله سحری اکثرا تخم جوشانده مردم استفاده میکنه به خاطر که جلوی گرسنگی روزه میگیره تا حدی. آفرین. چند شده باز؟ تخم یک قالبش 30 عدد داره که 220 افغانی ما میفروشیم. 220 دانش چند میه باز؟ دانش این 7 افغانی و چند پول میه. 7 افغانی و چند پول. پیش از رمضان که رمضان به 10 افغانی میفروختن. فکر کنم مال ارزان تر هم شده. خود در زمستان بود تخم قیمت بود. حالا که هوا گرم شده میره رو به گرم شدن است تخم ارزان شده میره. حالا خوب است که ارزان شده بره. به خیر دکانای ازیام در نزدیکای عید اینجا جایی نیست که برای سال شوی هم رقم بشه دیگه. بله دیگه بازار ماشاءالله همین جایی است مرکز است. مرکز فروشات همیشه از کندوز. این سرای تمام دکاناش خیلی پرگیربار میشه. زنده باشی اسمت جان. تشکر. آقای صاحب کام سلام ما را برسان باشید. بخیر باشید. هموطنا ما را بیننده باشین. سلام علیکم. کاکا جان خوب هستین؟ صحت خوب است؟ خیرت است ان شاء الله. آرامی است. رمضانت مبارک. یک ضرب تو چیز کرده گفتی بدخشای ما پرتو کرده. همون تو شدی؟ بیال خو نیستی؟ نه نه. زرنج از خودت است؟ کار غریبی نیست والا. کار غریبی شد نشد امروز؟ نه چیزی والا کار نکردی تا بالا را؟ نه والا. کار بس که هفته ویتامین دی گرفته رایسی خلاص. چند روز میشه میایم کار نیست. نه پاکستان آمدی ما میشه. پاکستان آمدی نه؟ اما تو فارسی را البته کم کم میفهمی. کم کم میفهمی. بیا خدا مهربان است. بخیر باشید.
هموطنا رسیدیم به روبروی به مارکت سادات یا مو کشمش فروشی، سرای کشمش برش میگن. اونجا رسیدیم. آهسته آهسته به پایان برنامه امروز ما رسیدیم که برنامه به این بود که ببینیم نرخ و نوای مواد اولیه چگونه است، بالا رفته نرفته. اما خوشبختانه که بالا نرفته. خدا کنه که تمام هموطنان ما قادر به این باشن و توانایی را داشته باشن یک چیزی برای سفره های خودشان خریداری بکنن و سفره خود را حداقل رنگین بسازن، یک چیزی داشته باشن. و امیدوار به این هم هستم که سفره های شما هم رنگین باشه، دلهایتون شاد باشه و زندگی پر از خوشی و صفا و صمیمیت داشته باشین. عید هم نزدیک است، آمادگی های عیدیتان هم بگیرین بخیر. دیگه همین روزهای رمضان هم قسم تیر میشه که نمیفهمی، مثلا 3 روز 4 روزش تیر شده، یک وقت شما پت میگین باز میگین یک ماه تیر شده. خب بازم جهان سپاس از شما، خیلی تشکر که تا این دم با ما همراه بودین. منتظر نظریات و پیشنهادات شما در کامنت ها هستیم تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا به همتا میسپاریم.